در استودیو با خود جوان خیلی عزیز، قاری صاحب خیلی عزیز، حافظ خیلی عزیز با خود دارم. حافظ احمد سدیس که حافظ قرآن کریم است. سدیس جان سلام، صبح بخیر. و علیکم السلام نعمت زاده صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخست سپاس و حمد به پایان الله متعال را که حفظ قرآن عظیم شان را نصیب من نمود. بنده احمد سدیس زورندش یک تن از فارغین مدرسه و دارالحفاظ مصباح القرآن می‌باشم. نام خدا. صبح چطور آغاز کردی سدیس جان امروز؟ بسیار با صدای قرآن عظیم شان و امی نعت و چیزایی را که ما گوش میکنیم و صدای قرآن عظیم شان بسیار به دلهای ما چنگ میزنه و صبح ما را به بسیار خوشی آغاز میکنه. نام خدا. بسیار خوب. به این صبح ما را با یک تلاوت قرآن شریف منور بسازین. مشنویم مستون یک تلاوت زیبا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك. نام خدا. صدای جان بسیار زیبا. نام خدا ماشاءالله. چقدر وقت میشه که خودت تلاوت میکنی؟ چی وقت شروع کردی و در چقدر وقت خودت تونستی که قرآن شریف حفظ کنی؟ من در اول که در مدرسه میرفتم قاری صاحبای بین المللی را قرائتایشان گوش میکردم، در دل من بسیار زیاد چنگ میزد و قرائتای از اینا را گوش میکردم، خودم پس تکرار میکردم از اول که درس شروع کرده بودم قرآن کریمه. و فعلا کم کم هم تو خودم آینال قرآن عظیم شان قرائت کرده میتونم و در مدت 3 سال حفظ قرآن عظیم شان هم تکمیل دادم. نام خدا. در چند سالگی شروع کردی تلاوت؟ در تقریبا 13 سالگی. نام خدا. کدام سبکا خوشت کی را تقلید میکنی خودت؟ از همه قاریای بین المللی را، خصوصا قاری صاحب مرحوم برکت الله سلیم، محمود شهاد و امین. درست. در 3 سال گفتین که حفظ کردی؟ بله. نام خدا تمامی قرآن در 3 سال حفظ کردی؟ بله. نام خدا بسیار خوب. دیگه چی آماده کردی بر ما امروز؟ چی آوردی؟ یک نعت درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. آماده است؟ بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. نعت شريف. ومحمدا سرجان من فدایتو، کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو. و محمدا سر و جان من فدای تو، کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو. و محمدا از فراقی تو بیقرارم. و محمدا یک نظر کن به حال زارم. و محمدا چشم گریان و اشک بارم. و محمدا طاقت هجر تو ندارم. و محمدا شدم عاشق شیدای تو، کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو. و محمدا سر و جان من فدای تو، کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو. و محمدا سوختم من در آرزویت. و محمدا کنم هر لحظه جستجویت. و محمدا
گر بخوانی تو مرا سویت و محمدا سرگذارم به خاک کویت و محمدا و محمدا که میمیرم از برای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا امتانی تو پریشان است و محمدا همه در ناله و فغان است و محمدا غرق گناه شده حیران است و محمدا و محمدا که میمیرم از برای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا حالی امت زبور و زار است و محمدا همه بیار و غمگسار است و محمدا تن و جان خسته و بیمار است و محمدا لطف کن وعده دیدارت و محمدا و محمدا به یقین که مصطفی تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا و محمدا سر و جان من فدای تو کی بود آن دم که ببینم رخ زیبای تو و محمدا و من الله. نام خدا، ماشاءالله، بسیار خوب. چقدر وقت شده که خودت به نعتخوانی روی آوردی؟ اول حفظ کردی باز نعتخوانی رو شروع کردی یا قبل از حفظت هم نعتخوانی میکردی؟ نه خیر، در جریان حفظ در مدرسه با همسنفی های خود نعتخوانی میکردیم و امی بود که شوق ما به نعتخوانی آمد. کی تشویقت میکنه در خانه؟ کی علاقمند صدایت است زیادتر؟ از پدر، مادر، برادر، دوستا، کاکا، ماما؟ اولتر از همه خو بسیار زیاد تشکر میکنم از پدر کلانم الحاج غلام حضرت برندش، بسیار زیاد مرا تشویق کردن. بعدن پدر جان، مادر جانم، مامای محترمم و از قاری صاحبای محترمم بسیار زیاد تشکر میکنم که بسیار سر ما زحمت کشیدن، صبر و تلاش بسیار زیاد سر ما زحمت کشیدن و از زمینا تشکر میکنم که سلامت. صدای جان، پیش از اینکه حفظ کنی و بعد از اینکه حفظ کردی در زندگی چی تغییرات آمد بعد از اینکه حفظ کردی و حافظ قرآن شدی؟ اولا که نزد الله متعال قرآن عظیم شان بسیار زیاد جایگاه بزرگ دارد بشک و در نزد مردم هم شهرت بسیار زیاد بالا می باشه و امی که قرآن عظیم شان بسیار زیاد چیز سنگین است و هر کسی حفظ کردن نمیتونه و امی تشکر بسیار زیاد میکنیم از قاری صاحبای ما که سر ما تلاش کردن و حمد به پایان الله متعال را که نصیب من کردن قرآن عظیم شان را و نصیب هر کس نمیشه. سلامت باشی صدای جان، تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردی آمدی. پیام چیست؟ پیامت میشنویم. پیام من به جوانان و طالبان عزیز این است که راه علم راه روشنی و راه عزت است. هیچگاه از راه علم خسته نشوین، زیرا هر گامی که در راه علم برداشته می شود نزد الله متعال پاداش و بزرگی بسیار زیاده دارد. به شک کمتر است. قاری صاحب احمد صدایس حافظ قرآن، تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردین. سلامت باشین، لطف کردین. صدایتون خیلی مقبول است. نام خدا. ماشاءالله.